منابع سامانه خبری 8 صبح در قندهار از مجازات 9 نفر در محضر عام خبر می‌دهد. گفته می شود روز 7 ژانویه سال 2023 مقامات طالبان در ورزشگاه مرکزی این ولایت دست 4 نفر را بریدند. به گفته شاهدان این نفران را طالبان در دزدی ایبدار دانسته چون این جزا را نسبت به آنها روا دیدند. همچنین در این ورزشگاه طالبان 5 متهم دیگر را با شمول زنان با اتهام روابط غیر شرعی و یا روابط پیش از ازدواج شلاق زدند. این بار اول است که طالبان در قندهار مرکز حکمرانی آنها و محل زیست رهبر این گروه دستان متهمان را در حضور عام میبرند. در همین حال منابع از ولایت بدخشان نیز میگویند طالبان 7 ژانویه سال 2023 یک دختر و یک پسر را در مرکز ولسوالی شهودی با اتهام داشتن رابطه پیش از ازدواج در پیش چشم مردم هر نفر آنها را 38 شلاق زدند. وقتهای آخر از افغانستان درباره حرکت‌های از جانب طالبان گزارش می شود که این گروه را دیگر باره در چشم جهانیان یک گروه جاهل و کاملا دور از ارزش‌های عمومی بشری نمایش می‌دهند. از جمله طالبان هفته پیش در شهر مزار شریف مجسمه اسپار را ویران کرده بودند. در این مجسمه در دوران والی بلخ بودن عطا محمد نور ساخته شده لحظه از بازکشی یک بازی پرتماشابین در افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تصویر شده بود. رسانه‌های محلی به نقل از مسئولین طالبان در بلخ گزارش دادند که این مجسمه با دلایل شرعی ویران کرده شده است. طالبان از این پیش مجسمه مادر را نیز در دانشگاه کابل تخریب کرده بودند. اینچنین این گروه در کاپیسا به یک مراسم عروسی هجوم کرده داماد و 3 عضو خانواده او را با جرم برگزار کردن مراسم شیرین خوری لطکوب کرده غذای برای این توی تهیه شده را با خود بردند. این عملها بر علاوه منع تحصیل دختران و شدیداً محدود کردن امکان کار برای زنان در افغانستان از سوی طالبان است که نیز به موج انتقادها روبرو شده است. طالبان پس از غصب یکم حکومت از سال 1996 تا سال 2000 در سراسر افغانستان به طور پیوسته در جایهای سیراده مثل بازارها محبوسان مرد را به دار میکشیدند و زنها را سانسور میکردند. اما در طول 1.5 سال سپری شده با حکومت طالبان در افغانستان پیوسته محاکمه‌های سعرویی مثل دستبری و شلاق و سانسور از سوی اعضای طالبان صورت میگیرد. در جواب این عملهای طالبان جامعه جهانی و شخصان شناخته افغانستان بارها آنها را سرزنش کردند، ولی طالبان میگویند که آنها در چارچوب اسلامی عمل میکنند و کسانی که با این رفتار آنها موافق نیست با اسلام مشکلی دارند.